بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه شورای سرتاسری علمای افغانستان. شورای سرتاسری علمای افغانستان به سلسله جلسات نوبتی خود از تاریخ 17 الی 21 حمل سال 1394 هجری شمسی تشکیل جلسه داده روی موضوعات و مسائل مهم کشور و جهان بحث و گفتگوی همه جانبه به عمل آورده و اعلامیه زیر را صادر نمود. 1. حوادث المناک اخیر که در جهان اسلام به وقوع پیوسته، خصوصا حالات جاری در یمن، مایه تشویش و تأثیر عمیق امت مسلمه خصوصا ملت مسلمان و مجاهد افغانستان گردیده است. عربستان سعودی که در آن سرزمین حرمین شریفین قرار دارد، از مقام و حیثیت بلند و بزرگ نزد جهان اسلام برخوردار می باشد. خداوند جل و علا در آیه 94 سوره آل عمران می فرماید: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. ترجمه: هر آینه نخستین خانه‌ای که مقرر شده به مردم به تحقیق آن است که در مکه است، با آن برکت داده شده و مرکز هدایت برای عالمیان گردانیده شده. مکه مکرمه محبت وحی، مولد رسول کریم صلی الله علیه و سلم و محبوب ترین شهر روی زمین نزد الله متعال و رسول مقبول صلی الله علیه و سلم بوده و کعبه مشرفه قبله بیش از 1 میلیارد مسلمان پیروی مذاهب مختلف اسلامی می باشد در آن قرار دارد. حرمت، حفاظت و دفاع آن فریضه دینی هر فرد مسلمان و تمام کشورهای اسلامی است. شورای سرتاسری علمای افغانستان از اعلان موقف جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که دفاع از حرمین شریفین و خاک عربستان سعودی را یک وجیبه کشور ما دانسته با قاطعیت کامل حمایت و تایید می نماید. شورا از تمام کشورهای اسلامی تقاضا می نماید تا در این برهه حساس تاریخ متوجه توطئه‌ها و دسایس دشمنان اسلام بوده و با حل نمودن قضایای ذات البینیشان از طریق مفاهمه، مذاکره و مصالحه نگذارند دسایس دشمنان باعث اختلاف و کشمکش‌های بیشتر بین مسلمین گردد. 2. صلح امر خداوند متعال، ارشاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم و ضرورت حیاتی و اساسی ملت مسلمان افغانستان بوده و شورای علما آن را یگانه راه حل معضله جاری در کشور می داند، زیرا جنگ هر قدر طول بکشد بالاخره خاتمه آن از راه مفاهمه و مصالحه صورت می گیرد. شورا از مخالفین مسلح دولت می خواهد تا با آغاز مذاکرات با دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آلام و مصیبت‌های جاری در کشور نقطه پایان گذارند. همچنان از مقام ریاست جمهوری و شورای عالی صلح نیز تقاضا می نماید تا در راه تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور این پروسه ملی را سرعت بخشیده و در راه تحکیم ثبات و آرامی قدم‌های استوار بردارند. شورا در این مورد رول کشور عربستان سعودی و شخص خادم الحرمین شریفین را که از جایگاه بزرگ در امت مسلمه برخوردار و بر اطراف ذی‌دخل در قضیه افغانستان اثر و رسوخ دارد مهم دانسته و از ایشان تقاضا می نماید تا در این پروسه ملت مسلمان افغانستان را همکاری و مساعدت نمایند. 3. شورا قتل بیرحمانه و ظالمانه خانم فرخنده در شهر کابل را جدا محکوم نموده مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به خانواده و دوستان مرحومه ابراز می نماید. قرار گزارش کمیسیون حقیقتیاب که ریاست آن را محترم مولوی محی الدین بلوچ یکی از اعضای برجسته شورای علما به عهده دارد نشان می دهد خانم مذکوره کاملا بیگناه بوده و هیچ گونه آثار و علایمی که گویا قرآن کریم را سوختانده باشد به دست نیامده است. شورا از موقف صریح و هدایات اکیدی که مقام عالی ریاست جمهوری با ارگانهای عدلی و قضایی در مورد مجازات عاملین این جنایت صادر نمودند استقبال نموده و از ارگانهای متذکره تقاضا می نماید تا قضیه را به طور جدی و همه جانبه بررسی و مجرمین را به جزای اعمالشان برسانند. همچنان به اشخاص و حلقاتی که می خواهند از این حادثه به منافع شخصی و گروهیشان استفاده کرده و از احساسات مردم استفاده ابزاری به عمل آورند توصیه می گردد تا از دامن زدن به همچو اعمال خودداری نمایند. و سلام. شورای سرتاسری علمای افغانستان.